مشکل اصلی در این است دوست گرامی، مشکل اصلی در این است که ما ده ها بار گفتیم که حکومت ناتوان، ضعیف، دیکتاتوری، غیر مردمی هرگز اجازت نمیده که یک مردم در یک جو همه چه به دست خودش بگیره. این یک سببگار اصلی که امروز ما در همه جا شکست میخوریم، این ناتوانی حکومت است. همین حرکت سیاسی گروهی 24 سالها گپ میزنه، از این برای سالها گپ میزنه ای مردم بخیزه حکومت عوض کنید. در حالت تنگی در بر شما نمیسته. امروز همین تلویزیون کثیف تاجیکستان یک بار نظر کنید که چی نشان میتیه. ده ها بار گفتیم در وقت پنجشنبه ویروس کرونا فرار کرد، 20 روز در یگان رسانه رحمانوف گپ نزد. تمام مردم تاجیکستان در مرزها تنها گذاشت، در خارج تنها گذاشت. هیچ کس برای شما نرسید. برادر جان عبیدالله باز شما را تنها میگذاره. یک از سببش این ناتوانی، ضعفی، گریز و ناتوانی ما است که در مقابل همین حکومت ایستادگی نمیکنیم. باید حکومت مردمی بسازیم. هرچند اگر مردمی بکنیم. 10 بار گفتیم هیچ نفر ما را گوش نکرد. در وقت پنجشنبه ویروس کرونا همین مثال نشد برای شما؟ همین یک مثال واضح و روشن برای شما نشد؟ برادر عبیدالله جان، از تلویزیون ها رقص، سرود و نوروز ده ها چیز پهن کرد. یک بار از حالت شما که در وقت کرونا ویروس گرفتار شده نشان نداد. امروز تلویزیون هاشون نگاه کنه، باز در وقت تنگی شما چی نشان میتید؟ نشان نمیده که یک برادر شما در اون پره مرز در چه حالت گرفتار است. چند نفر برادر شما را تیر کمان قطع میزنن، خانه هاشون آتش میزنن، بعد در خانه هاشون آتش آمده گرفته ایستاده است. آیا سخنهای حرکت سیاسی گروه 24 به گوش شما نرسید؟ سخنهای مردم وطن دوست به گوش شما نرسید؟ ای مردم، در حالت تنگی از این قدر بدتر میشیم. اگر ما امروز تنقید نمیکنیم، در حالت تنگی برای شما شجاعت میبخشیم. برای در مقابل حکومت، در مقابل اون حکومت ظالمی که برمد است، در مقابل مردم بجنگین. انشاءالله میجنگیم برادر. هر کشور متجاوزی که در مقابل ما میبروه، باز هم برای در مقابلش بجنگه. اگر حکومت مردمی میبرد حالت ما به امروز نمیرسید. حالت ما 10 بار بهتر خوبتر میشید. یک نقشه‌کش خوبه میبرومد اون مرز دفاع میکرد، نقشه میکشید، مردم ما از پا نمی افتادن. تیر مردم میرسید به مردم، تنقیسی از تیر نمیکشیدن. بله برادر. ما بخیزه حرفای مردم ما گوش کنه. این وطن شما هم است، مال شما هم است. همین دیروزه چین زمین اگری برای ما و شما بس نبود. حالا یک کشوری که از چین بهانه کردید که چند میلیارد آدم داره، حالا در قرقیز که از شما چند برابر کم است، نظامی از شما چند برابر ضعیف است، در مقابل همین ایستادگی کردن نمیتوانین. 10 بار گفتیم حکومت ضعیف مردم ضعیف ناتوان میکند. رئیس جمهور ناتوانی بزدل مردم بزدل میکند. امروز روز میهن است، روز ناموس است. از تلویزیون ها پیشوا و پسوا و چون چی گپ میزنن. شما یک بار به همین تلویزیون نظر کنین. شما همین تلویزیون ها رو میبینید چی نشان داده ایستاده است. اولی هم برای شما بسنده نیست، اولی هم برای شما بس نیست همین نقطه ها. تا کی ما صدا بزنیم، تا کی جان خودمون فدا کنیم، تا کی مادر و پدر خودمون در عذاب بگذاریم که شما بیدار شوید.